یک جای در یک کمپانی که مربوط یو این می بود 100 نفر گرفته بودن به عنوان کارگر و اینا کار میکردن. باز به این کارگرها گفته بودن 5 وقت نماز را که شما میخوانین، مسلمانای ما خو برتان معلوم است کار اونجا چی بود که در سرک سنگار میچیدن، اما سرک باید سنگی میساخت. اینا دیده بودن که مسلمان ها که میآید این 5 وقت نماز خود خیلی طولانی میسازه و این باعث میشه که کار آهسته پیش بره. بنان خارجی ها پیشنهاد کرده بود به این 100 نفر که شمایی که میایین و کار میکنین ما برتان $30 میتیم به کسایی که 5 وقت نماز خود نمیخوانه تا کار سریع انجام بده $30 اضافی میتیم و کسایی که باز میگه ما 5 وقت نماز میخوانیم برای اونا $30 نمیتیم و سر صبح تصمیم بگیرین کی نماز میخوانه کی نمیخوانه. خب گروه ها با هم یک جا شده بودن، گفته بودن بیادرا امی $30 رزق حلال به دست میاریم، نماز نمیخوانیم، باز قضاییش میاریم. گفته بود درست. به فردایش که لیست میده فقط 18 نفر هست که میگه نه بیادر ما نماز خود میخوانیم و این افراد است که در نماز وقت زیاد هم ضایع نمیکرد، به وقت خود مناسب میخوان. امی افراد دیگه تقریبا 82 نفر گفته که برای ما $30 بده ما از نماز خود تیر. کار خلاص میشه، شام میشه، امریکایی میایه برای کلگی میگه می دوستایی که 82 نفر هستن که گفتن ما نماز نمیخوانیم $100 برتان میتیم دیگه رخصت هستین ما کارتان نداریم. امی دوستایی که 18 نفر بودن که نه گفتن ما نماز خود به خاطر $30 نمیفروشیم، اینا با ما 1 سال قرارداد داره دیگه میتونه با ما کار کنه. یکی از دوستا پرسان کرده بود که بیادر امی کاری که شما کردین چی بود، چرا؟ امریکایی برش گفته که یک کسی که میتونه خدای خود به $30 بفروشه فردا ما را فروخته نمیتونه. بنان اولویت های ما معلوم نیست.